سلام به همه تکشی های عزیز، خوش اومدید به اولین ویدیوی ما در پلیلیست مقایسه. خب ما توی این پلیلیست قرار خیلی چیزها رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، خیلی تکنولوژی های جدید رو با هم مقایسه بکنیم و فعلا میخوایم که از مقایسه مدل های هوش مصنوعی شروع بکنیم امروز. و توی این ویدیو میخوایم که ChatGPT 4o و جمینای 1.5 پرو رو با هم دیگه مقایسه بکنیم. جفتشون هم از مدل های هوش مصنوعی فوق العاده خوبی هستن. مقایسه همون از یک سری چیزهای ساده، یک سری کدهای ساده و بیسیک شروع میشه. مقایسه همون فعلا در زمینه برنامه نویسیه، از یک سری کدهای ساده، تسکای ساده شروع میشه و همینطور در ویدیوهای مختلف این دوتا زبان رو همینطور از لحاظ مختلف با همدیگه مقایسه میکنیم، از لحاظ ایرور هندلینگ، توانایی حل مسئله، توانایی جنریشن کدهایی که ازشون درخواست داریم و در زمینه موضوعات مختلف، بهینه‌سازی کد، ریفکتورینگ کد در واقع و کارهای مختلف. خب بریم شروع بکنیم. از این دوتا مدل هوش مصنوعی میخوام که برای من یک ماشین حساب بنویسن. calculator و خب این کارم ازشون میخوام که از زبان جاوا اسکریپت استفاده بکنم برای انجام این کار. حالا بعداً روی ریاکت و روی نکست و روی فریمورک های مختلف هم تستشون میکنیم و بهشون میگم که 4 عمل اصلی رو داشته باشه. همینطور ازشون میخوام که یک ظاهر کاربری جذابی هم داشته باشه، یک رابطه کاربری جذابی هم داشته باشه. User interface for the beautiful user interface. نحوه پرامپت نوشتن خیلی مهمه برای اینکه اون مدل هوش مصنوعی دقیقاً بفهمه شما چی میخواید. پس توی پرامپت نوشتن هاتون باید خیلی توجه کنید. خب بریم ببینیم این دوتا برامون چی می نویسن و چی جنریت میکنن. ازشون خواستم که یک ماشین حساب برای من بنویسن با استفاده از وانیلا جی اس، با استفاده از جاوا اسکریپت در واقع، که یک ظاهر جذابی داشته باشه و در کنار اون ظاهر جذاب 4 عمل اصلی جمع، تفریق، همینطور ضرب و تقسیم رو داشته باشه. اوکی، سمت راستی کدهای جمینای 1.5 پرو و سمت چپی کدهای GPT 4o. از کد GPT 4o شروع میکنیم. من ابتدا اینجا برای جفتشون سند HTML از قبل درست کردم، رو قرار میدم توی فایلم و میریم خروجیشون رو میبینیم و تستشون میکنیم، ببینیم چه فرقایی با هم دارن، چه نقاط ضعف و چه نقاط قوتی دارن. این هم کد JS جمینای هم که همه رو در کنار هم برامون جنریت کرده. خب فقط این بالا برای هر کدوم بنویسم. این مربوط به چت GPT 4o و این یکی مربوط به جمینای 1.5 پرو. بریم ببینیم هر کدوم چه کردن و چه چیزی داریم. خب به به چه خوشگله. اوکی، این ماشین حساب چت جی پی تی 4o که خب ازش خواستیم که رابطه کاربری جذابی هم داشته باشه. رابطه کاربریش بدک نیست، یه جاهایی یه گندایی زده، این یه ذره بیشتر اومده که خب اینا رو خودمون باید باهاش سرکله بزنیم درستشون بکنیم. بریم ببینیم مثلا عمل تو انجام میده 32 به علاوه 4 بله انجام میده. 55 تقسیمش چرا این وره، تقسیم بر 5. اوکی، داره کاملا درست کارشو انجام میده. چیند اپریشن چطور، یعنی من چندین عمل انجام بدم در اون صورت چطور، مثلا 5 به علاوه 5 منهای 5 که خب در نهایت میشه 5 بله، یا مثلا 7 به علاوه 2 منهای 5 داره درست انجام میده برامون. همینطور تست بکنیم که آیا
اولویت حساب رو این ماشین حساب متوجه میشه، یعنی که ابتدا باید ضرب انجام بده بعد بره سراغ جمع. مثلا 2 ضرب در 2 به علاوه 2. اوکی، یه بار دیگه 2 ضرب در 2 به علاوه 2 که خب اینو باید اول 2 رو به علاوه 2 کنه و بعد ضرب در 4 کنه که بشه 16، ولی خب داره میشه 6. اولویت حساب رو ماشین حساب چت جی پی تی متوجه نیست. یا 5 به علاوه 5 ضرب در 5. خب این الان باید اول 5 رو ضرب در 5 بکنه که بشه 25، بعد به علاوه 5ش بکنه بشه 30، ولی ابتدا داره 5 رو به علاوه 5 میکنه و بعدش ضرب در 5 میکنه که خب میشه 50. اولویت حساب رو ماشین حساب چت جی پی تی متوجه نیست. خب بریم سراغ ماشین حساب جمینای. همونطور که دارید میبینید خیلی ظاهر کاربری جذابتری داره، مخصوصا این بک‌گراندی که گرادینته، ولی یه سری نقص هم باز مثل چت جی پی تی داریم ازش میبینیم. مثلا اینپوت بالا خیلی زیادی، بیتسش کشیده شده. این پایین سمت راست هم هیچ چیزی اینجا نیست، یه دکمه‌ای باید قاعدتاً اینجا باشه، معمولاً یکی از عملگرها رو اینجا قرار میدن. خب میبینید این اشکالات وجود داره توی جفتشون و شما نمیتونید توقع داشته باشی که خب این اشکالات نباشه و همه چی شسته رفته. نه، هیچ وقت اینطور نیست. خب اما ببینیم جمینای چیکار کرده. 5 به علاوه 5 10 کاملا درسته. 2 منهای 6 منهای 4 کاملا درسته. عملگرهای تکیش داره کاملا کار میکنه. 12 تقسیم بر 3 کاملا درسته. خب اما بریم ببینیم از عملیات های چیند و زنجیره‌ای هم در واقع پشتیبانی میکنه ماشین حساب جمینای. مثلا 5 به علاوه 5 ضرب در 5 این باید بشه 30. بله، جمینای داره از عملکرد calculation priority پشتیبانی میکنه و متوجهه که من ابتدا باید ضرب رو انجام بدم، ابتدا باید اولویت حساب با ضرب باشه، بعد برم سراغ به علاوه. یا مثلا ازش بخوایم که 30 رو منهای 10 بکنه و بعدش ضرب در 2 بکنه. خب اگر ابتدا 30 رو منهای 10 بکنه، اولش منها رو انجام میده، در نهایت میشه 20 ضرب در 2 40 که جواب غلطه. اگر درست اولویت رو تشخیص بده باید 2 رو ضرب در 10 بکنه 20 بشه و بعد 30 رو منهای 20 بکنه که 10 میشه پاسخ و میبینید که کاملا صحیحه. خب جمینای هم ظاهر کاربری شکیل‌تر و جذاب‌تری رو به نظر من تولید کرد و هم این که خب تونست یکی از الگوریتم ها و یکی از نکته های مهم ماشین حساب رو هم اپلای بکنه و اولویت جمع رو الان متوجه بشه و خب چت جی پی تی 4 همچین چیزی رو نداره. ولی خب یه مسئله دیگه که وجود داره اینه که شما میتونید به صورت استپ بای استپ، پله به پله به این مدل های هوش مصنوعی بگید که خب این فیچر رو هم برای من اضافه بکن. اما بیایید یک کار هیجان انگیزتر بکنیم، یه چیز سخت‌تر از چت جی پی تی 4o و جمینای 1.5 پرو بخوایم ازشون بخوایم که برای ما یک شطرنج بنویسن با همه منطق‌هایی که داره و با همه قوانین ریزی که داره با استفاده از وانیلا جی اس و جاوا اسکریپت خام که خب این خیلی سخته. یعنی شما بخوای یک شطرنج رو با همه قوانینش داشته باشی، چون کلی لاجیک داره، هر مهره شکل مخصوص خودشو داره برای اینکه حرکت بکنه، هر مهره یه حرکت لیمیت داره، مهره‌های خودت نباید بتونن مهره‌های خودت رو بزنن، باید فقط مهره‌های حریف رو بزنن، در لحظات درست در جای درست باید بتونن مهره حریف رو بزنن. بحث پریدن از روی مهره هست، بحث رعایت نوبت هست، بحث این که شاه وقتی که کیش میشه دیگه همه مهره های شما باید اونجا چک بشن، مهره هایی باید بتونن اجازه حرکت داشته باشن که بتونن جلوی کیش رو بگیرن. خیلی قوانین مختلفی وجود داره برای نوشتن شطرنج. حالا از چت جی پی تی 4o و از جمینای 1.5 پرو میخوایم که برام یه شطرنج بنویسه
write me a chess game with all of the logics, including the movement rules for bishop, rooks, king, pawns, etc. and have the option to detect checkmate using only vanilla.js with a beautiful user interface. خب چی گفتم؟ گفتم که برای من یک صفحه بازی شطرنج بنویس که همه لاجیک ها و قوانین اصلی رو داره، قوانین و منطق حرکت مهره ها رو داشته باشه، مثل فیل و شاه و سرباز ها و اینها، و بشه کیش و حالا کیش مات و چک میت رو در واقع تشخیص داد. خب ببینیم جفتشون دارن جنریت میکنن و یک سری توضیحات هم دارن بهمون میدن. به محض اینکه جنریشنشون تمام بشه میریم و کدشون رو قرار میدیم. من اینجا کد رو پاک کنم. اما بریم کداشون رو چک بکنیم ببین حالا خروجی به چه شکله. حالا جدا از این پرامپتی که در انتها بهمون داده، این سمت راستی مال جمینای بود، درسته؟ بله جمینای 1.5 پرو. خب ببینیم جمینای 1.5 پرو چی برامون زده و همینطور کدهای ChatGPT 4. خب این هم از این چسپورت ساده، این هم از CSS هاش و JSش هم بیاریم. اوکی بله ChatGPT 4 او چه چیزی برامون زده بود. اوکی و جمینای که خیلی خوب عمل کرده در چینش. تعجب میکنم ChatGPT 4 او یه خطایی داشته، خطای افقیش معلوم نیست. خب از لحاظ اینترفیس و رابطه کاربری که خب جمینای همچنان خیلی بهتر عمل کرده. حتی این بالا نوشته نوبت کیه؟ وایت ترن، نوبت سفیده. ChatGPT هیچی نداره، این طرف اصلا هیچی ما نداریم. البته من میگم ChatGPT در مقایسه خود GPT 4o وگرنه من با ChatGPT با خود مدل هوش مصنوعی GPT 4 در واقع ما داریم کار میکنیم. من این اسم رو اشتباه ChatGPT سیو کردم. اوکی خیلی هم خوب. اما بریم لاجیک رو ببینیم. من به عنوان مهره سفید مثلا بخوام این سربازو دو طرف جلو، خوبه دیگه باز میتونم حرکت کنم؟ نه دیگه لاک شد. حالا مهره حریف باید حرکت کنه. مثلا این مهره یه خونی بیاد جلو، دوباره نوبت منه. بله حالا ببینم شاه میتونه مثلا 3 حرکت بیاد. بله شاه 3 حرکت اومد جلو و شاه دیگه. بله شاهش هم میاد و شاه من شاهش هم میزنه. بله میبینید که هیچ لاجیک منطقی برای اینکه این شاه باید یه خونه بیشتر نباید بتونه بره وجود نداره. و احتمالا این سرباز میتونه شاه منو بزنه، به صورت افقی حرکت میکنه سرباز. خب هیچ لاجیک خاصی من اینجا نمیبینم، ولی خب نوبت ها رعایت شده. GPT 4o نوبت ها رو رعایت کرده، ولی دیگه قانون دیگه نداری. من با وزیر خودم میتونم سرباز خودم رو احتمالاً بزنم. میبینی همونطور که میبینی با وزیر خودش میتونه فیلشو بزنه. خب نمره خیلی قابل قبولی نمیگیره GPT 4. ولی ببینیم جمینای چه کار میکنه. وایت ترن، نوبت
سفیده. خب من میخوام با این سربازم اوکی، داره بهم میگه فقط میتونی 2 خونه جلو بری، به سمت چپ و راستم نمیتونم برم. منطق سرباز کاملا به خوبی پیاده شده و حالا دیگه من نمیتونم حرکت بکنم دیگه، آپشنی ندارم. سمت مقابل باید حرکت انجام بده. چک میت. وایت وینز. خب سفید برنده شد. در اینکه اینجا تشخیص داده که کیش و مات سفید برنده شد عجیب بود. خب ولی خب مشکی میتونه حرکت کنه، بیاد جلو. نوبت سفیده دوباره، هم برنده شده هم باز میتونه حرکت کنه. جالب بود. حالا فعلا این چیز خیلی خاصی نیست، اصلا بهش توجه نمی کنیم. جمینای مهره سفید رو دوست داره. خب حالا من به عنوان مهره سفید باید حرکت بکنم که خب نمیتونم این مهره مشکی رو بزنمش. خب سرباز نمیتونه از روبرو سرباز روبروش رو بزنه، کاملا طبیعیه. و شاه هم نمیتونه وزیرم رو بزنه و شاه هم نمیتونه 2 تا خونه بیاد جلو. کاملا لاجیک اجرا شده و فقط 1 خونه میتونه حرکت کنه و فقط هم جلو میتونه بره. در بقیه سمت ها مهرهای خودم هست و اسب هم کاملا در جای درستی میتونه قرار بگیره. خب لاجیک کاملا به صورت خیلی خوبی اجرا شده و لاجیک مهره ها به خوبی اجرا شده. من دارم میبینم الان فیل، خب بله فیلم میتونه به خوبی حرکت کنه. مثلا فیل من اینجا قرار بگیره. اوکی بریم سراغ کیش دادن و کیش شدن. اصطلاحاً اگر فیل بیاد اینجا و مهره منو بزنه، من الان در حالت کیش قرار دارم. نوبت سفیده. من مثلا میتونم وزیرم حرکت بدم؟ بله، در حالی که نباید بتونم وزیر رو الان حرکت بدم، به خاطر اینکه خب من کیش شدم و این فیل مشکی به شاه من کیش داده. من نباید بتونم هیچ مهره‌ای ما حرکت بدم، ولی الان میتونم همینا رو حرکت بدم و مثلا میتونم وزیرم رو اینجا قرار بدم. بله، منطق کیش دادن رو اعمال نکرده. ولی خب در مقایسه با یک همچین خروجی که ما از GPT-4o گرفتیم، واقعا این میتونم بگم محشره و خیلی بهتر جنریت شده. حالا باز میتونیم ازشون بخوایم که منطق چکمیت و چکش رو اضافه کنه جمینای به کدش و برای ما این قضیه رو هم اد بکنه. ولی خب این رو هم در نظر داشته باشید که اگر به صورت پله‌ای، یعنی فالو آپ، هی بگید اوکی اینو اضافه کن، اینو اضافه کن، اینو اضافه کن، ممکنه اون فیچرهای قبلی از دست بره. و خب این رو هم در نظر داشته باشید که ما نمیتونیم کل پروژه‌مون رو بدیم جمینای برامون انجام بده یا GPT-4o، که البته GPT-4o توی مقایسه امروز واقعا ناامید کننده بود. که خب میتونم بگم تقریبا طبیعیه. GPT-4 یک ویژگی اصلی که داره و خب قدرت اصلیش در انجام تسک های ساده است. یعنی اگر شما یه تسک ساده از GPT-4 بخواید، GPT-4o بخواید، مثلا ازش بخواید که خطایی که توی کدتون دارید و خب خطای ساده ایه یا یه الگوریتم ساده ای هست، ازش بخواید براتون جنریت بکنه، خیلی میتونه بهتر از جمینای عمل بکنه و جنریشن کدش ممکنه بهتر باشه در زمینه مسائل ساده. اوکی، کد استراکچرهای ساده، نه پیچیده که لاجیک های مختلف لازم دارن. در زمینه های پیچیده تر و کامپلکس تر، جمینای به خاطر اینکه خب توکن تقریبا 1.2 میلیون، یعنی که واقعا توکناش خیلی زیاده. چت GPT-4o فکر کنم مجموعاً 300,000 توکن داشته باشه. خب برای عملیات های کامپلکس و کارهای پیچیده، جمینای کاملا مشخصه که میتونه خیلی بهتر از جمینای 1.5 پرو، میتونه خیلی بهتر از GPT-4o باشه. هرچند که کمی میشه گفتش که مقایسه عادلانه‌ای نبود. در ویدیوهای بعدی میخوایم این مقایسه رو روی GPT-4o توربو داشته باشیم با جمینای 1.5 پرو و همینطور GPT-4o مینی که یه جورایی طبق گفته ها مخصوص کد نویسیه. ببینیم آیا اونها میتونن GPT-4o توربو و GPT-4o مینی میتونن رقیب خوبی برای جمینای باشن و نتایج بهتری رو ارائه بدن. و البته مقایسه هامون هم در زمینه های مختلف ادامه خواهد داشت. در زمینه جنریشن کد فعلا داریم مقایسه رو انجام میدیم، ولی در زمینه های خطایابی، در زمینه های بهبود کد، در همه این زمینه ها ما همه این مدل های هوش مصنوعی رو با همدیگه مقایسه خواهیم کرد. با ما همراه باشید.